صحابه ها پیغمبر خدا را به نهایت دوست می داشتند. یک صحابه بود به نام مصعب ابن عمیر، جوان بود. رسول اکرم میگه وقتی که من با همراهی مصعب در مدینه منوره بودیم، پدر و مادر مصعب بسیار با دولت بودند لکن ایمان نداشتند. این مصعب میگه پنهانی از پدر و مادرش ایمان آورده بود. وقتی که رسول الله میگه در کوچه ها سیر میکرد، مصعب بهترین لباس هایی که 200 درهم بود در تنه همین مصعب بود. وای بچه بود. میگه پنهانی آمد، میگه بر من ایمان آورد. وقتی میگه ما احوالمون که تنگ شد، دیگر آزار و مشقت این مشرکان که زیاد شد، به حبشستان میگه سفر کردیم. و این مصعب میگه پنهانی از پدر و مادرش از خانه بیرون شد و پیما شد، به حبشستان میگه آمد. من به شما محبت صحابه ها را گپ میزنم. وقتی میگه بر حبشستان آمدیم، بی نهایت احوال من بد بود. خوردنی نداشتیم، آبی زیادتی نداشتیم، همه با یک چینک معینی بود. میگه این رسول اکرم میگه من در زیر یک درخت نشسته بودم، به ناگاه با پیش میگه همین مصعب گذشت. همان مصعبی که میگه 200 درهم کرته میپوشید. نگاه کردم که در این مدتی که همراه من است، یک گیله میکونه در پشتش پرتافتگی بود. حضرت میگه چندین جای گیله میگه دریدگی بود. نگاه میکردم که به حضور نمایان بود که حضرت یا شکمش گرسنه بود میگه یا حلقش تشنه بود. میگه از پیش من گذشت. دیگر میگه من طاقت نکردم، ایمانداری مصعب را که دیدم میگه دیگر گریان شدم. رسول اکرم میگوید وقتی میگه اندک روز از بین گذشت، به ناگاه اعلان جنگ شد که فردا یک قبیله با شما اعلان جنگ دارد. رسول الله همه صحابه ها را میگه خبر کردم. فردا میگه با میدان جنگ وقتی که در آمدیم، بیرق میگه مصعب گرفت. این بیرق برداشتن البته کار خیلی یک آدمی به غیرت در کار است که بیرق بردارد. بیرق برداری این نشانش همین است که یعنی دل مسلمان ها را باز قوت زیادتر میکنه، روحیه مسلمان را به قوت میکنه. میگه نگاه کردم که همون بیرق در دستش است و میگه بی نهایت جنگاوری میکرد. به ناگاه میگه همون دستی که بیرق داشت میگه از دست یک مشرک زده شد. لکن میگه مصعب ایمانی که کاملی که در وجودش جوش میزد، در دست دیگریش میگه بیرق داشت و پیش میرفت تا که مردم مسلمان میگه روحیش نافتاد، با پیش حرکت میکرد. میگه وقتی میگه با پیش میرفتیم، نگاه کردیم این دفعه که دست دیگری مصعب میگه زده شد. لکن مصعب خدا رحمت مغفرتش کند، ایمان کامل که بود، اسلام اساسی که در وجودش جوش میزد، حضرت میگه همین دست های چلاقی که داشت میگه پر از خون در پیش بر میگه همون بیرق داشتگی بود و با پیش میگه با یک صدای پست آواز میداد با پیش میرفتن. و ناگاه میگه رسول الله میگه دیگر جای نبود که ما پشتیبانی مصعب کنم، زیرا که همه احاطه ما مشرکا بود. بنام میگه خنجر میگه در شکم همین مصعب زده شد که میگه بیرق از دست مصعب میگه به زمین زد. من فرمان دادم که یک صحابه بیرق بردارین تا که روحیه مسلمان ها شکسته نشود. میگه بیرق در دست دیگر صحابه زد، میگه بالا برداشتن. وقتی میگه بود چی جنگ گشته آمدیم، همان شالچه همان گلیمی که در پشتش پرتافتگی بود خواستیم از همون کفنش کنیم. همین بچه‌ای که در یک ناز نعمت تولد شدگی، همین بچه‌ای که بهترین لباسی پدرش می پوشید، همان میگه گلیم وقتی که از بالا می پرتاییم زانه های مصعب نمایان می شود، از پایان پرتاییم بالای سرش نمایان می شود. صحابه گفتن یا رسول الله را چگونه کفن کنیم؟ رسول الله میگه فرمان دادم بالای سرش پوشانید و پایان پاش یک توده خار میگه آوردیم
محکم کردیم و همتا میگه در گور جاش کرد. صحابه را محبت شوید. يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي